آیا شما از زردی دندان خود و سیاهی دندان خود شرم دارید؟ غمگین نباشید. طبابت این دندان های خنک گرفته و اینچنین سفید کردن دندان ها، اینچنین راست کردن دندان های کج شده، دکتر دندان در فدراسیای روسیه شهر مسکو در رقم های روی اکران بوده در تماس باشید. قدسی در قرآن نیست، اما پیامبر صلی الله علیه و سلم از نام الله ذوالجلال بیان میکنه. قال رسول الله صلی الله علیه و سلم عن الله عز و جل، الله ذوالجلال فرمود که اینی لأهم بأهل الارض عذابا فاذا نظرت الى عمار بیوتی والمتحابین فی والمستغفرین بالاسحار صرفت عذاب عنهم. پیامبر صلی الله علیه وسلم حدیث بیان کردند که الله ذوالجلال به کام و به زبان، به حرف و به آواز، الله ذوالجلال می گفته است که اینی لأهم به اهل الارض عذابا. خداوند میگه که من قصد میکنم که به اهل زمین یک عذاب بفرستم. عذاب پروردگار اگر عذاب هست که چی است؟ یا زمین لرزه می شود، در یک میجه زدن همه نابود می شود. این لشکر پروردگار، جنود پروردگار زمین و آسمان همش است. لشکر پروردگار، آفتاب هم لشکر پروردگار است، شمال هم لشکر پروردگار است، آب هم لشکر پروردگار است، خاک هم لشکر، آتش هم لشکر، هر چیزی که در دنیا وجود دارد او لشکر پروردگار است. انسان از ابتدا تا انتها عاجز است و عاجز میماند. ببین یک ویروسی که به چشم دیدش نمی شود، کرونا ویروس، چقدر یک دولت هایی که دعوا میکردن که تو 60-70 سال خوراک ذخیره داریم، ما فلان داریم، بیمدان داریم، نه تانک، نه تیر، نه توپ، نه راکت، نه پیشرفت، همه با زانو زدن. در لشکر خدا یک لشکری که به چشم سر دیدش نمی شود، کمترینی که به چشم سر دیدش نمی شود. خب انا که الله ذوالجلال میگه قصد میکنم که به بالای زمین یک بلایی بفرستم، لأهم بأهل الارض عذابا، و قصد نیت فرستادن میکنم که در مردم بالای زمین 3 چیز میبینم. به خاطر همین 3 چیز میگه عذابم برداشته میشود. اول چیزی را که الله ذوالجلال گفت اینی لأهم بأهل الارض عذابا فاذا نظرت الی عمار بیوتی، وقتی که نظر میکنم آباد کنندگان و عمارت کنندگان خانه ام را، عمارت خانه خدا، آباد کردن خانه خدا. خانه خدا چی است؟ مسجدها در روی زمین است. بهترین خانه ها کدام است میگه و بدترین خانه ها کدام است؟ بزرگان میگن بهترین خانه در بالای زمین مسجد هاست. در مسجد چی است؟ امروز هم موافق قانون دولت مؤسسه دینی هست، باید گپی دینی باشه، گپی دنیا و گپی سیاست و گپی مثلا بیهوده نباشه. مؤسسه دینی است، فقط گپی دینی باشه. بهترین خانه هاست. در مسجد دروغ نیست، غیبت نیست، زنا نیست، عرقخوری نیست، حرام نیست، مثلا بدرفتاری نیست. و بدترین خانه ها را بزرگا گفتن بدترین خانه ها بازار است. برای چی؟ در بازار همه چی است، دروغ است، فریب است، نیرنگ است. امروزه کوبا حرکت میکنه، خریدار فروشنده را فریب میکنه، فروشنده حرکت میکنه، خریدار را فریب کنه. در این بین با هزارها و هزار بین روی دیگر است. بدترین خانه ها است. الله ذوالجلال میگه وقتی که میبینم عمار بیوتم را، یعنی آباد کنندگانی خانه هایم را وقتی که در زمین میبینم، اگه آبادی مسجد، زیباگی مسجد او کرسکه و کندکاری نیست. آبادی و زیباگی مسجد او مثلا قلعه کردن و مناره کردن او نیست. آبادی و زیباگی مسجد جای نمازهای فسانی او نیست. آبادی و زیباگی مسجد مثلا که او را ستمهای فسان و محراب فسان و
چراغان کردن و در و دروازه و نه اینا آبادی مسجد نیستن. آبادی مسجد زیاد بدن نمازخون است. آبادی مسجد پند نصیحت داشتن است، سخن خدا و سخن رسول الله را گفتن است. آبادی مسجد آباد است که امر به معروف دارد، نهی از منکر دارد. مسجد آباد همون مسجد را گفته میشه که وقتی که بیراه در مسجد میدروید از اوجه برآمدن دیگر آدم میشود. آدم مسجدی از آدم غیر مسجدی فرق دارد. یعنی یگان کسی در یک محله یک جنایت کنه، اگر یگان کسی نه میگه او آدم مسجد از 5 وقت نمازش در مسجد میخونه، یعنی او خدا را میشناسه، او ایمانی به پروردگار دارد. پروردگار او را از جنایت نهی کرده است، منع کرده است. پروردگار او را عمل صالح امر کردگی است. مسجدی از غیر مسجدی فرق دارد. و مسجد در دیگر حدیث رسول اکرم صلی الله علیه و سلم بیان میکنه که مؤمن حقیقی در مسجد راحت میکنه. ولی این مسجد را الحمدلله که چند روز پس که شده میکنن، یک جنازه دا که میره مردم در مسجد میدروه، ها ما الحمدلله گفتن میدروه، مردم همین ترنگ گل میشکوفه. با چی خاطر؟ از دوستداری و محبت. مؤمن در مسجد پیامبر صلی الله علیه و سلم میگه مثل چی است؟ کالسمک فی البحر، مثل ماهی در درون آب است. همین ماهی در درون آب باشه، این طرف او طرف شینو میکنه، در شینو کردن درون آب همون ماهی راحت میکنه. این تماشاش در این اکواریوم دوران بعضی تماشاش میبینی عصب آرام میشه. مومن در مسجد مثل ماهی در آب است. اما منافق چی؟ میگن منافق فی المسجد کالطیر فی القفص. منافق در مسجد مثل پرنده در قفس است. همین پرنده وحشی را که در قفس میگیرن که پراپر میکنه، تیفوش میریزه و قناتوش میریزه و حرکت میکنه که خودش خونسار میکنه، تیز از اموجه خلاص میخوره. منافق در مسجد همون خیلی است، مثل پرنده در قفس است. یعنی همین آداب مسجد همین است که در مسجد که رفتیم چی است؟ آوازی بلند نباشه، رنجاندن یک کس نباشه که رنجاندن آزار یک مسلمان حرام است خودش، چقدر گناه عظیمه. بعدا نماز که خوندیم تسبیح ها را بگیم، دعاها را بکنیم، بعد برویم. امروز هم چیز بعضی مسجد میبینیم یک نمود همین سلامت نمیدونه چه خیلی ببروی بروه. این چی است؟ منافق در مسجد مثل پرنده در قفس، یک نمود تپوتب میکنه، با پیش چند آدم نمازخوان میگذاره، چند آدم دیگر را با پشت لغت کرده میگذاره، میبروی میروه، با پوپشوی مردم سم زده میبروی میروه. اینو خوبی ندارن. نماز که خوندی سوره مبارکه را بین، فاذا فرغت ای من الصلاه، وقتی که از نماز فارغ شدی تمام کردی، فانصب و الی ربک فرغب، با بسوی پروردگار رغبت کن، دعا کن که خدای را قبول کی عملی کردگی مونم. یعنی آبادی مسجد چی است؟ نمازخوان زیاد داشتن است، امر به معروف نهی منکر داشتن است. مسجد این مدنیت مسلمان ها است. کدام از شخصیت ها و بزرگایی که امروز ما با و مردم تاجیک میفخره، همه و مسجدی بودن. ابو عبدالله رودکی را واسه میکنیم تاجیک ما. در 6 سالگی حافظ کل قرآن بود. چی؟ او یگان اونیورسیتی تمام نکرده بود، از مسجد تعلیم تربیه گرفته بود. یا ابو علی سینا در تمام کره زمین مشهور است، اویتسینا در تیب همین قدر بزرگی داره. چی است؟ از قرآن و از مسجد و از اسلام و آبروش بلند شدگی بود. حضرت امام اعظم جشنش در تاجیکستان قید کردن سیمپوزیوم عمومی جهانی. و چی خاطر؟ امام اعظم چی است؟ حافظ قرآن و از مسجد تعلیم تربیه را گرفتگی است. مولای روم میگیم جلال الدین رومی بلخی از مردم ما از وخشان زمین است. اینم چی است؟ آبرو و عزت است که جا گرفت از مسجد. مسجد مدنیت و معرفت ما و شما مسلمان است. مسجد خانه خدا هست. انما یعمر مساجد الله ذوالجلال میگه جز از این نیست که عمارت مسجد ها میکنن، آباد میکنن مسجد ها را، کی؟ کسی که ایمانی به الله دارد به روز قیامت. انا همون شخصیت آبادش میکنه. پس چیست که ما و شما ببینیم، اندیشه کنیم که پیغمبر از نام الله بیان کرده است که خداوند میگه میخواهم که یک عذاب بر روی زمین بفرستم. وقتی که میبینم مسجد ها را آباد
عذاب معذوب ما سرزمین برداشته میکنم به خاطر آبادی مسجد. دیم الله ذوالجلال میگه میخواهم که عذاب ما به سر مردم بفرستم. وقتی که نگاه میکنم مسلمان ها را میبینیم که یک دیگرشون به خاطر الله دوست میدارن. یک نفر را دوست میداریم به خاطر خدا، علما را دوست میداریم، علما را همه دوست میدارن. همین عالم حقیقی اسلامی را برادرها مسلمان او طرف و سبیسته کافر احترامش میکنه. کافر حتی احترامش میکنه که هیچ از عالم اسلام است. همین قدر علم درجه و بلند چیز از فضیلت داره و منزلت داره. خب علما را دوست میداریم، صالحا را دوست میداریم، اولیاء الله را دوست میداریم، زیارتشون میریم، دعاهاشون میگیریم، خدمتشون میکنیم. برای چی است؟ این ثواب و کسب برای خودمون میکنیم، برای برکت خودمون. آدم فقط و فقط به دعا سبزیش میوه و دیگر چیز نه. اگر نهال و درخت گل و علف به آب سبزیش بیومن، آدمیزاد فقط و فقط به دعا سبزیش میوه. خب متحابین فیه، متحابین دوست دارندگان به خاطر الله. یک کس دوست میداریم به خاطر الله، یک کس احترام میکنیم به خاطر الله. و چه خاطر دوستای خدا را دوست میداریم، عالما را دوست میداریم، صالحا را دوست برای که او به خدا نزدیکن، او عبادت خدا دارن. اگر این صالحا نباشن، این شب زنده دارا نباشن، این تهجد خونا نباشن، این ذاکرای خدا نباشن، اگر این دنیا نیست نابود میشود. جامعه دیگر چی است؟ رنگ جامعه حیوانی میشود دیگر. امروز از اروپا یک نفر مسلمان شدگی بیان میکنه که جوان اروپایی را گپ میزنه. دیگر یگان ذره آرامش در عصبشون نمونده است دیگر از اعصابشون. بچه است، مرد است، دو تا گوشوار در گوشش کردگی است، در گوشش گوشوار کردگی است. سر یک پرش میتروشه و یک پره دیگه یک وجه پشم، یک طرفش لیسی تروشیدگی، در پتکوی بنش حلقه میزنه. حتی ایجاد لواش در لواش نگینه میمونه و در لواش حلقه میزنه، زنجیر در گردنش میکنه. آرامش نمییابه. با چه خاطر؟ در همون قلبش که ویتامین خدا و پیغمبر، ویتامین ایمان نمیرسه، آرامش نمییابه. بیرگی میکنه، عاقبت خچبر نابود میکنه، میره و آرامش نمییابه. اما مسلمان وقتی که یک دیگر را میبینه سلام علیک میکنه، در مسجد میدروه، رو به قبله میسته، دستش برداشته میکنه، به سوی پروردگار پیش بر میگیره و خدا راز و نیاز میگه، راحت میکنه. مثل ماهی در درون دریا راحت میکنه، آرامش مییابه. از همه علایق اعصاب او آرامش پیدا میکنه. خداوند میگه الا بذکر الله تطمئن. آگاه باشین، آگاه باشین. خداوند میگه که فقط و فقط اعصاب شما به ذکر من آرامش مییابه. همین تسبیح هم حکمت شمون است که در دست میگیره، دونه دونه گرداندن میگیره. همین نرو سیستم را اومدگی سیستم عصب، همین انگشت و کنشنیکای نرو سیستم. وقتی که هر یک دانه امرا مالش میته، همین سیستم عصبش آرامش پیدا میکنه. همورا یک تا سبحان الله الحمدلله میگه، آرامش در قلبش پیدا میشه، آرامش در اعصابش پیدا میشه. ذکر خدا قدی. خب دیم پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفت که الله ذوالجلال میگه عذاب ما برداشته میکنم به خاطر کسانی که در دنیا یکدیگرشون به خاطر خدا دوست میدارن. الحمدلله که همین رئیسک حاجی خداوند خیر و برکت دنیا و آخرت نصیبش کنه که اینم تیز دعوت میکنه، فقط اهل علم دعوت میکنه، دوستا دعوت میکنه که چیزی از خدا و پیغمبر گفته شود. دیگر چی است؟ همه قدرش میمونه. دیگه این قصر قصور و این دیگر دستگاه و دکان و چیز چوره و همه هیچی هست، هیچی وفاقی ندارن دیگه. همین قدرش میموند خلاص. خب دوست دارندگانی به خاطر خدا. سیم الله ذوالجلال پیامبر میگه بیان کرد که والمستغفرین بالاسحار، کسانی که در صبح دم در سحرگاه استغفار میکنن. البته که هممون گناه داریم، سر تا پا در گناه غرقیم. رسول معظم اسلام صلی الله علیه وسلم گناه نداشتند. پیغمبرها از گناه صغیره و کبیره معصوم هستند. پیغمبرها گناه ندارند، معصوم هستند. اونا در واقع خطا است، لغزش است.
با وجود گناه نداشتنش معصوم بودنش رسول اکرم هر دوی در یک حدیث 70 مراتب در دیگر حدیث 100 مراتب پیش از نماز شام بعد نماز عصر استغفر الله میگه. هر کسی که 70 مراتب استغفار بگه قبل از نماز شام حضور قلب چی است همون قدر گناه های همون روزینش بخشیده می شود که میگه سارا کیوم ولدت و امه میگردد روزی که مثل روزی که نو از مادرش تولد شده است همون بیگناه می شود. پیغمبر گناه نداشت لیکن استغفار میگه. اگه ما شما ضرورتره برای ما شما استغفار بگیم. صحابه میگه لبهای پیغمبر صلی الله علیه و همین تا چشم مندختگی بود 70 مراتب میگه میجنبید استغفر الله استغفر الله. هر یک گفتگیش نه بچی است به حضور قلب میگفت انا او ثواب و تاثیر داره. این خیلی که همین 70 دوریا تسبیح را بگیریم استغفر الله استغفر الله استغفر الله گفتم بگیم و همین تمام گناه بخشیده شید نه قطعی جان خلاص نمیشه. یعنی چی است استغفار با همراهی چی است حضور قلب باشه. خب در سحرگاهان استغفار کردن در سوره مبارکه قرآن هم است که والمستغفرین بالاسحار کسانی که در سحرگاهان استغفار میکنن. استغفار کردن ثوابیت زیاد داره. یکم خاصیتش رزق روزی آدم زیاد میشد واسه استغفار زیاد بودن. دوم تنش صحت میشود. سوم مشکلاتش از سرش برداشته میشود. چهارم سهو و خطا و گناهاش بخشیده میشود. پنجم فرزنداش زیاد میشود. باران زیاد میباره وقتی که مردم استغفار کنه و رو به خدا بیاره. انا همین سه چیز الله ذوالجلال میگه از بنده ها وقتی که میبینم در زمین صرفت و عذاب عنهم و سبب همین سه عمل عذاب ما از زمین برداشته میکنم. عذاب ما به بنده ها نمیفرستم بروی زمین. همون سه کار چی بود؟ یکمش چی بوده که از همین سه کاری بودگی آبادی مسجد. دوم دوستی کردن به خاطر خدا دوست داشتن یکدیگر به خاطر خدا. سوم در صبح دم و جای خواب زدن در غفلت موندن بر وقت میخیزی چیکار میکنی؟ استغفر الله گفتن میگیری. همین سه کار سبب میشه که عذاب خدا برداشته میشه. پس که در این عمرای کوتاهی که داریم البته که حرکت کنیم که به عبادت و به ذکر خدا بگذاریم نمیشه که حاضر با یک نمود شده است که همین میبینی امروز در برتر پگم میبینم فلانی مرد حیران میشه یا روز دیگر رفت همین قدر بیمار زیاد شده است که دیگه هر روز هیچ کس تا فردا یگان حجت نداره که من تا پگر زنده هستم. حضرت شیخ سعدی بزرگوار میگفت چو دوران عمر از 40 درگذشت مزن دست پا کاغذ از سر گذشت. 40 دکی در آمدی دیگه که تنتکی نکن دیگه پر بول و نغمه و نغمه تبا نکن تمام دیگه اگه پر بول رفت دیگه جوانی تمام شد. تو 40 سالگی جوانی چو دوران عمر از 40 درگذشت مزن دست پا کاغذ از سر گذشت. کنونت چشم است اشک بیبار همه چشمایی که داری گریه که بایی. همه چشم به منزله چشمه هست. همه چشمه اگر آب نبراره اگر علف در اوجا پیدا میشه و خس خشاک و مثلا هر چیزی پیدا میشه خشک میشه و جزیر میشه. وقتی که چشمه آب برور تازه این هم چی از چشم برای مثل که اشک بریزانی و خاطر خدا ترس خدا عشق خدا محبت خدا محبت رسول الله صلی الله علیه وسلم. کنونت چشم است اشک بیبار زبان در دهان است عذر بیار. زبان در دهان کار میکنه گپ زده میتونی عذر بیار استغفار کن سبحان الله و الحمدلله بگو رو به خدا بیار طلب بخشش مغفرت بکن. زبان در دهان است عذر بیار. نه همواره گردد زبان در دهان نه همواره گردد روان در بدن. این روان جانم در بدن دویم نیست یه روز میبراید. این زبانم در دهان دویم کار نمیکنه. ساعتی میشود که آدم چی از زبانش گنگ میشود. بسیار آدم پیش از مردنش یک روز دو روز سه روز دیگه زبانش گنگ میشود. فقط اشاره میکنه همبست میکنه و آبون چشمش جوری میشه و هیچی گفته نمیتونه. در حالتی که زبان داری این نعمت پروردگار عذر بیار. زبان در دهان است عذر بیار.
نه همواره گردد زبان در دهن، نه همواره گردد روان در بدن. غنیمت شمار این گرامی نفس، که بی مرغ قیمت ندارد قفس. همین نفسایی که میبره این غنیمت های، این دویمی نیست. غنیمت شمار این گرامی نفس. برای چی؟ که بی مرغ قیمت ندارد قفس. مثال شبیه حضرت شیخ صدیق خدا رحمتش کنه، که بی مرغ قیمت ندارد. همین قفس اگر 1000 از بریلیانت طلا باشه، یکی در درونش یگان پرنده نه کاغ باشه و در درون او نه صعبه باشه و نه توتی باشه و نه او کناری که باشه و یگان جاندار نباشه، اگر او قفس هیچی معنی نداره. همین جسمی آدم هم که روح برآمد، چی میگیم بعد؟ تیزتر بگیریم بشوین کفن کنین، تیز برین تای خاکش کنین دیگه قدر قیمت نداره، تیز برین تای خاکش کنین. میگه ببین، غنیمت شمار این گرامی نفس، که بی مرغ قیمت ندارد قفس. مکن عمر ضایع به افسوس حیف، که فرصت غنیمت است و الوقت سیف. فرصت غنیمت است، الوقت سیف. وقت به مثل همین شمشیری برای یک چلمی کرچه تیز قطعی میبره، یک چیزی ملایم همین تجیدا میشه، وقت همین خیلی تیز میگره. این دین روز گودک بودیم، وشنا داشتیم و گودک بودیم، امروز میمیری شما سفید چی دست نکرد. وقت خیلی گذشت نمیدونیم. الله زوجلال خاندان بابای رئیس پرفیض با برکات بگردانه و خداوند همه مراد و مقصود و شک حاصل بگردانه و خداوند دائم و تنصیحت سربلند نگهبانش باشه و روش گذشتگیش خداوند شاد و قبرشون پر نور بگردانه و کسب کارش برکات عطا کنه. اهل جماعه ما رو خداوند توفیق هدایت، تنصیحتی، سربلندی دنیا و آخرت نصیب روزی بگردانه و الله ذوالجلال سرزمینی تاجیکستان عزیز ما و شما را هم پرفیض با برکات بگردانه.